کسانی که در این شعائر خدشه کنند. بیدار باشید، بدانید کوچکترین کلمه که شعائر حسینیه را سوس کند کمر خاتم النبیین رو میشکنه. این عزاداری ها، این سینه زنی ها، این زنجیر زنی ها باید به حد اعلا حفظ بشه. برای سید الشهدا حتی اگر خون جاری بشه جایزه. در این راه این اندازه ضرر هیچ اشکال نداره. وقتی برات از علی اکبر حسین میگن، از نازک‌های گلوی علی اصغر 6 ماهه حرف میزنن، از بهت زینب تو گودال قتلگاه حرف میزنن، از رقیه 3 ساله کنار سر بریده بابا میگن. وقتی برات از عباس دلاور میگن که چطور میخواست آب رو به خیمه ها برسونه، معلومه که حالت دگرگون میشه، بیتاب میشی، رو پاهات بند نیستی. میخوای زنجیر بزنی و صدای زنجیر زدنت تو گوش زمین و زمان بپیچه. سلام. به نام خدا، خدایی که یکی از نامهاش سلامه. سلام حضرت عاشق، سلام شعر سرخ عشق، سلام فریادگر راه حسین، فریادگری که با سنج و طبل و روزه و زنجیر زدن میخوای فریاد حسین باشی در گوش زمان.
صدای دسته زنجیر زن غمی در من. شب است و از همه سو خیمه میزند اندوه، که تا بنا شود از نو محرمی در من. شب است و از در و دیوار و تکیه می بارد سکوت ممتده اندوه عالمی در من. دسته از عاشقای حسین که همه از خردسال تا پیرمرد سیاهپوش اعضای حسینن به راه میافتند. به اینا میگن دسته زنجیرزن، چرا که با خوندن اشعار و گوش دادن به مداحی مداحا و انجام حرکات منظم زنجیرها رو به شونه فرود میارن و اینطوری نه یک بار که 1000 بار با حسین تجدید عهد میکنن تا عشقشون رو به حسین نشون بدن و اینجوری به همه یزید صفتا اعلان جنگ کنن. غريب أرايا غريب الطفوف توسد خديك كثبانها. پا به پای محرم زنجیر میزنی تا با این اعتراض دردناک بگویی که ظلم چیست، بیداد چیست، باطل کدام است، ستیز حق بر ضد باطل چه معنا دارد. ظلم و ستم و پلیدی همراه هم هستند تا بگویی با لحظه لحظه عاشورا درد میکشی و با هر ضربه که دشمنان به زعم خود بر پیکر اسلام فرود می آورند زجر میکشی. زنجیر میزنی و معتقدی که میتوانی درد حلقه به حلقه این رشته های زنجیر را تحمل کنی و حتی هر بار دردناکتر بر پشت بکوبی تا اینگونه کمی با آن همه جنایت روا شده در حق خاندان آل الله همدردی کنی. خودش یه زنجیر ساخت و به نشونه 72 تن یار امام حسین اونو شماره گذاری کرد و بعد تو ردیف‌های بعدی هم تکرار کرد و رو دسته چوبیش نوشت: حسین جان، ما آماده شهادتیم. و با همین زنجیر سالها برای محبوب دلش ابا عبدالله زنجیر زد. موقعی هم که مرد، زمان خاک سپاریش نکته‌ای توجه همه رو جلب کرد و اون آثار به جا مونده از زنجیرها و حلقه ها روی بدنش بود، آثاری که توی تصور دنیایی صدمه زدنه، اما تو طعم آخرتی شفاعتی برای امام حسین. زنجیر و زنجیر زدن یکی از مراسمی که دستجات حسینی اونو از زیباترین و با شکوهترین مراسم میدونن. اونم به خاطر نظم و ترتیبی که داره. زنجیر زدن یه همایش بزرگه، یه سفارایی محکم در برابر دشمن که در تمام دنیا بین شیعیان رایجه.
زنجیر زدن عملی کردن حس درونی غم و ناراحتی واقعی به نام کربلاست که با شنیده هایت جانت را سوزانده و لحظه به لحظه آرزو می کنی کاش آن روز عزیز بودی. زنجیر خود اعلام براءت و تنفر جستن از حکام زور و ظالمان بیمقدار است و اعلام نهراسیدن از نیروی دشمن که نهضت حسینی به عاشقانش آموخته هر کس برای رضای خدا در حفظ قوانین الهی با دشمن مبارزه کند هرگز از کثرت نیروی آنان نمی ترسد، هرگز تن به بیعت نمی دهد. زنجیر میزنی تا قاطعیت و ثبات قدم حسین را بستایی که وقتی تصمیم به حرکت به سوی عراق گرفت هرچه خیرخواهان از پیمان شکنی کوفیان گفتند اما ایشان به تکلیف خود عمل کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. در این آیه شریفه محبت و مودت نسبت به خاندان پیغمبر اجر رو به عنوان اجر و مزد رسالت معرفی شده. بنابراین بر همه مسلمان ها واجب است که محبت و مودت نسبت به خاندان پیغمبر داشته باشند. اما این محبت و مودت نشانه هایی دارد، لوازم و شرایط و آثاری دارد و از مهمترین شرایط و آثار محبت نسبت به خاندان پیغمبر شادی در شادی ها و حزن و اندوه و همدردی و همنوایی در غم و غصه ها و عزای اهل بیت است. به همین منظور شیعیان در مصائب حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام عزاداری های مرسومی بینشون رایج هست. از جمله این عزاداری های رایج مراسم زنجیرزنی هست. در حقیقت شیعیان با مراسم زنجیرزنی همدردی و همنوایی خودشون را با اهل بیت ابی عبدالله اظهار میکنند. در واقع اعلام میکنند به اهل بیت ابی عبدالله که اگر ما در صحنه کربلا بودیم، اگر ما هم در بین اسرا بودیم، مثل حضرت زینب سلام الله علیها ضربه های تازیانه و اون کعبه نیها را به جان می خریدیم، اجازه نمی دادیم این ضربات تازیانه بر بدنهای نازنین اطفال ابی عبدالله فرود بیاد. پس علاوه بر این که این گونه عزاداری ها نوعی همدردی و همدلی با خاندان پیغمبر هست، نوعی اظهار عملی در یاری رساندن و نصرت این بزرگواران هم محسوب می شود. و پیرو فتوای مشهور استاد الفقهاء و المجتهدین مرحوم نائینی
همه فقهای شیعه حکم به جواز و بلکه حکم به رجحان و استحباب این گونه عزاداری ها داده. حسین 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 زنجیر میزنی تا به خود و امامت ثابت کنی که اگر روزی از روزها توجهت از حق الناس، رعایت حقوق مردم دور شد، بدانی که حسین در روز 3 ماه محرم قسمتی از زمین کربلا را که قبرشان در آن واقع شده از اهل نینوا خریداری کردند و فرمودند نمیخواهم خونم در زمین غصبی ریخته شود و زائرانم پا بر زمین غصبی بگذارند. و یا به یاران فرمودند هر کس قرضی بر گردنش هست با ما در این مبارزه شرکت نکند و کشته نشود. همانا من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می‌فرمود هر کس بمیرد و بر گردن او بدهکاری باشد، خداوند در روز قیامت از حسناتش کم می‌کند.
سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله على الخد التريم سلام الله على الشيب الخضيب ريحانة الرسول ومهجة البتول ريحانة الرسول ومهجة البتول. کیفیت مراسم بزرگداشت هر حادثه‌ای باید در خور اون حادثه برگزار بشه و چون واقعه عاشورا و مصائب وارده بر ابا عبدالله در تاریخ بشریت بی‌نظیر و استثنائیه، بنابراین باید برگزاری مراسم اون حضرت هم بی‌نظیر و استثنایی باشه.
بنابراین نذر کردن و نذری دادن، سیاه پوشی و سیاه کوبی و ناله و اشک کافی نیست، بلکه باید یه رزمارایی بشه، یه صفارایی، یه حضور در جمعی که بیانگر لشکر اسلام باشه در عصر حاضر. زنجیر زدن یه نوع همدردیه. شنیدید وقتی که حضرت ابوالفضل به فرات مسلط شدند، با اینکه سخت تشنه بودند اما آب نیاشامیدند و فرمودند میخوام با برادرم همدردی کنم. زنجیر زدن یه نوع همدردی عاشقانه است که به پیشگاه ابا عبدالله تقدیم میشه تا ایشون بدونن که یارانشون هیچگاه فراموششون نمی کنن. زنجیر میزنی تا فریاد بزنی نهضت عاشورا مظهر ارزش‌گذاری به حقوق انسانی بود. زنجیر میزنی تا بلند فریاد بزنی که میدانی فرموده امام حسینت چیست که ایشان به بلندترین بیانها در گوش تاریخ پیچانده اند، همانا مؤمن با یاد خدا از انجام گناهان خودداری میکند. و زنجیر زدن عملی است که توی شیعه برای ابراز همدردی آن را باب کردی که آن فقط خاص حسین است و پیدایش آن بسته به لحظه‌ای است که انسانی عاشق می‌خواهد حس درد و سوز قلبیش را عملی کند و کمی با مصیبت تو حتی جسمی همدردی نماید. برخی از عشق او به فرق شمشیر زن، بعضی از مهر او به پشت زنجیر زن. دسته های زنجیر زن در عشق به امام حسین با هم وحدت دارن در نوع حرکات، هدف و عشق و ایمان. هیچ کس اونا رو به زنجیر زدن وادار نکرده. زنجیر زدن نشون دادن درد پنهان قلبیه، یه هیاهوی نظامیه، یه سفارایی مذهبی در برابر یزیدیان تاریخ. اگه امشب تو دسته های عزاداری هستی، دعایی باشه برای نجات مسلمین از غم و غصه. یا رب الحسین به حق الحسین اشفی صدر الحسین به ظهور الحجه. يا من جهلت العدل والصدقين قم واتجه بالقلب نحو الحسين ثم الطم رأسه بسيف الهوى من بعد أن تلطمه باليدين. حيدر أسأل الله سبحانه وتعالى الذي وفقكم أنتم لخدمة الحسين عليه السلام، إن شاء الله بعد عمر طويل ترحون للآخرة تلقون أمامكم ربع الحسين بالملايين وعشرات الملايين. هذا اللي منطي راسه في سبيل الحسين، هذا اللي منطي إيده في سبيل الحسين، هذا اللي منطي رجله في سبيل الحسين. نخاف أنا وأمثالي مع احترامي لكم أنه نخجل يوم القيامة نقول إحنا هم كنا. شوف هواية قبلنا أكو، هواية أبدأ منا، هواية أحسن من عدنا. أسأل الله أن يبقي هذه الختمة لكم
يستبقيها في ذرياتكم ونسلكم يأتون من بعدكم يكونون على هذه الوتيرة وعلى هذا الأسلوب وفي خطى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فقط وصيتي لكم أبدأ من نفسي وأثني بكم وعبركم إلى سائر إخواني المؤمنين 3 وصايا. هذه وصايا نفس الإمام الحسين عليه السلام، 3 وصايا: إخلاص، اجتهاد، جهد في سبيل الإمام الحسين، أخلاق. إن شاء الله 3 موجودة عندكم، بس ممكن المزيد. لنفرض أخوة 2 أصدقاء 2 اشتركوا في عزاء الحسين عليه السلام أو في مجلس الحسين عليه السلام أو في زيارة الإمام الحسين. واحد شوية راسه يوجع، الثاني لا، صاحي راسه ما يوجعه. هذا اللي راسه شوية يوجع ثوابه أكيد راح أكثر يكون، 2 جايين، بس هذا ويا شوية مشقة جاي. الأجر بقدر، هاي معروف عندكم، بقدر المشقة. إذا لقيتم زايدة ناقصة في كل ما يرتبط بالإمام الحسين عليه السلام، هذا من فضل الله عليكم.